گلیریا چطورین؟ مرسی بابت حمایتاتون توی قسمت قبلی. این قسمت میریم ادامه قسمت قبل رو از سری راست ببینیم. امیدوارم خوشتون بیاد. بزن بریم. نه او کشتی. Hi brother. Hello. Can you hear me? What? I'm friendly, brother. You got anything for us? Uh, there. Like there. Here's our base. You got anything for us to start? Yes, this is our base. We just تو خب دستام اینجا بالا من یه مونده. نفر رو دیدم که حسابش رو رسیدم. یه نفر کشتم. So what, bro? Yes, bro, I'm friendly. I promise. بعد از کلی شکار حیوونا بالاخره تونستیم اولین فرنس این چوبم سری رو آوردی؟ بذاریم. یکم چوب میخوایم. دقیقا همون لحظه که روشن کردم رفتیم همزمانی لول 1000. و بالاخره بعد از کلی دردسر تونستیم اولین قفل رو بذاریم روی درمون که بتونیم راحت بدون نیاز به همدیگه در رو باز کنیم و ببندیم. همون دارم من مشتی از چی میترسونی من؟ تابو بغل خونه ماست؟ رفتم یارو به یارو کمک کردم. به همون رفیقمون؟ هی برو. اره اون داشت دعوا می‌کرد دیگه. ما نزدیکمون از این تبدیل کنیا داریم. و بالاخره اولین درای آهنیمون رو ساختیم. زکو میخوری وقتی که اینجایی. میرم جانکیارد شاید دعوا درگیری باشه نه؟ آها پیداش کردم. رفتم بالا این دکله. این همه دنبال یه خوب گشتی؟ نه بالا دکله همینجوری رفتم بعد یه لحظه رو زمین نها کردم دیدم. من ساینتیسته. این صدای ساینتیسته؟ آره. تف 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 تف. کجا بود؟ الان باید پینگ کنم. هم تو نمیتونی پینگ کنی. بالای کلمه وای 8. بالای کلمه وای
میرم سراغش به زودی. چیز میتونی درست کنی؟ اسمش چیه؟ اون تفنگه که میخکوبه اسمش چیه؟ نیلگان آفرین. با اسکرپه. اسکرپ داشته باشه میتونی درست کنی. ایوان لوپس یا شماره 2 دفاع راست. 2 تا دفاع راست دارن، هر دو لوپس هست. کجا میری برادر؟ بیست. هیچ. جنگل چه خبر؟ خب که نداریم، برق که نداریم، پول که نداریم، چی میخواد به شما رو؟ تکلیف چه هستش ها؟ جنگ بشه دوباره که اینا چی میشن؟ همین الان هم هستن فقط نمیگن. کی الان تو 2 نفرتون دولت غیر از مسعود و علی نمیتونی نام ببری. نه همین لپتاپ چنده؟ بس داره لپتاپ خوب بخره 20 تومن 30 تومن چیز معمولی، خیلی معمولی بخوای کار مثلا فیلم ببینی باش، کار را بندازه، سایت بگردی اینا. آه. ولی در همین حد دیگه گفتم معمولی ها. هر کار دیگه بخوای باش بکنی، طراحی و نمیدونم بازی و اینا بخوای باش بکنی، قیمت میره بالای 60 70 تومن. این لپتاپ الان باش بازی می‌کنم 110 15 تومن قیمتش. قیمت نداره توی بازار آزاد، پول ما بیارزشه. یه ساینتیست رو نمیتونم باشم. من لازم ندارم شد طبعا گشت من ندیدم. شاید تو کشته باشیش، نمیدونم تا خونریزی کرده باشه. نه منو کشت. الانم داره تو تیز. کشتم. با من یه خستش تیر کردم مونده تو بود. خاکش کردی. آره یه تیر مونده بود توش، واسه یه تیر خورد بهش مرد. کراسبو برداریم آخ جون. رو یه اسب در این خونه پارچه تازه اومدم. بیا بهت هزمت بدم. نمیخواد. اوکی. بیا 1000 تا هزمت پیدا کردم. اینجا نه کن. یه چیز پیدا کردم این شکلیه، میبینی میذاری دیگه اینجا رو نمیبینی. نمیدونم. خب این قسمت هم اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. امیدوارم تو قسمت بعد ببینمتون.
فعلا خداحافظ.